حرفه‌ای تیرگی و پینه‌های قوزک پا رو از بین ببر. اگر روی قوزک پا پینه‌های دلمه بسته وجود داشته باشه، مثل معمولا خانمایی که تو روستا زندگی میکنن و قدیمیان، ممکنه این عارضه رو داشته باشن. فقط رو قسمت پینه با گوش پاک یه مقدار کالوس ریموور میزنید، 40 ثانیه میمونه، پاک میکنید. این پا چون پینه دلمه بسته نبود، من سریع پاک کردم که پاش نسوزه. حتی تو شرایطی که پینه دلمه بسته روی قوزک باشه، فقط باید رو اون پینه بزنید، به پوست اطراف نزنید، چون پوست اطرافش نازکه و سریع میسوزه. حالا بچه ها پوست رو باز کنید، با سری نرم سوهان دستی شروع کنید سوهان کشیدن. سوهان رو یه قسمت نکشید که سریع زخم میشه، خون میفته. در این حد که اگر پینه ریزی هم وجود داشته باشه کامل ریموو بشه. پوست رو باز کنید که قشنگ همه قسمت هاشو بتونید سوهان بزنید. این نکته هم در نظر بگیرید که قبل از مرحله کالوس ریموور و سوهان کشی پا کامل توی کوکتل یا پدیژل قرار گرفته و پوسته هاش نرم شده. یعنی همزمان با ریموو پینه های کف پا شما سوهان دستی رو قسمت قوزک پا هم میتونید بکشید که همزمان با هم مراحلتون سپری بشه. توی این مرحله از اسکراب میتونید استفاده کنید. من از اسکراب شکری گلاریس استفاده میکنم که خیلی هم راضی هستم. اسکراب رو با حرکات دایره شکل ماساژ بدید. بچه ها اسکراب یه لایه بردار قویه. خب اگر شما روی زخم بزنید یا جوش بزنید پوستتون دچار التهاب میشه. پس رو قسمت های سالم پوست میزنید. اگر مشتری قرار بود هفته یه بار برای روشن شدن قوزک پاش این روند رو تکرار کنه، هر هفته از اسکراب استفاده نکنید چون پوستش آسیب میبینه. حدود 3-4 دقیقه با اسکراب ماساژ بدید. البته میگم این ماساژ این مدت زمان بستگی به نوع پینه داره. مثلا تو این پا من حدودا 2 دقیقه ماساژ دادم چون نیازی نداشت. تو این مرحله من از ماسک گچی استفاده کردم. قشنگ روی قوزک پا رو ماسک میزنید، یه مشمع میکشید، تایم مکسش رو ثبت میکنید، بعد پا رو کامل میشورید. بعد از مرحله اسکراب هم پا رو بشورید. اگه مشتری خدمات VIP خواست، پارفین تراپی هم خواست، حتما کار پارفین تراپی هم انجام بدید. روی قوزک پا نرمی پوست خیلی تاثیر داره. و تو مرحله آخرم مسکره بدن استفاده کردم. میتونید هم مسکره بدن استفاده کنید، هم از روغنای ماساژ استفاده کنید. قشنگ یکم ماساژش بدید با حرکات دایره شکل. برای اینکه این مشتری پاهاش بهتر باشه باید هفته یه بار این روند رو تکرار کنه. حتما خودش مراقبت ها رو تو خونه انجام بده و کرم های ترمیم کننده به پاش بزنه.